سلام بچه‌ها، به ویدیو خیلی خوش اومدید. آقا امروز اومدیم با یه بازی گیمینگ که نتی هستش، بازی فراگ که من واردش میشم الان. بچه‌ها یه کانال گیمینگ زدم که خیلی خفنه. الان ما 13 سابسکرایب داریم. میخوام یه دونه چیز کنم، یه دونه قرعه کشی راه بندازم. سابسکرایب‌ها از 1 تا 13 شماره انتخاب کنن، تو کامنت برام بنویسن زیر همه کامنت و جایزه‌شون نمیگم، یک سورپرایزه و شماره بقیه رو ندوزید، شماره بقیه رو بر ندارید، این شماره دیگه دارید. این بازی که خیلی خفنه، این خودم خوشم میاد، بازی خیلی خفن بود. چی میگه؟ میگه نیت ضعیفه، داشت من نیت بریم تو بازی. در حد 2 دست بازی میکنم. رو میگه بازم نیت هم ضعیفه، نیت نداریه زایه است بود. من وای خاموش روشن کنم آجی. من وایفا اصلا وایفا خودش وصله ها نگو دیگه خوبی نیست. دوری نه پاک میکنم و کسانی که ساب نکردن حتما ساب کنن، مجبورتون نمی کنن ولی اگه خواستید ساب کنید. بیسیم تا این بازی بیاره. آها چه روری دیگه میدوش بس لزر نزم گفت کنم به خاطر کرد دیگه. اینو من اوورالشو نبردم بالا. یا اوورالشو بردم بالا خوبه. بازی رو به خود گیر نده. من یه گیم بزنم. ای خدا من روانی شد. دوست چگه من نیتم بس بود، بس نبود که تو نمیوردی بالا چون که زیر بزن. آقا اصلا فراغو ول کن، میریم یه بازی دیگه. بازی پارتی کرافت. آقا این بازی من میتونم بگم بوم خیلی خفن. این همون ماینکرافت اونه، فقط خیلی خفنه. اصلا شما شهر رو ببینید، میتونه بارون بیاد، برف بیاد، خیلی خفنه. و خودتون یه ذره بوز کنید، همه چیش دستتون میاد، تو 1 دقیقه دستتون میاد همه چی. و بریم خونه رو ببینم. ای خدا این دوره پرواز میکنه. بزنم زیر اینا رو من خودم ساختم تو خونه ها. خونه هم همه پولیه ها. وسایلایی که میگیری، چیزایی که میخری هم پولیه. این یک رستوران منه، پارکینگ عمومی رستوران، آشپزخونه رستوران و من پارکینگشه دوره. بریم بالا. از اینجا که میای بالا یه پارکینگ خصوصی من اینجا دارم مال خودم. یک جای اداری و کار، یک جای تخت خواب و خواب. حالا بالاخره آدم تو سرکارش خسته میشه. باغ گل که خودش داشت اینو ولی من اضافه کردم. اینو خودم اضافه کردم. خیلی خفن شد. و برگ‌های پاییزی رو می‌بینید که سرش هست. پرچم آلمان. آقا بریم وسایلی که من ساختم اول بهتون نشون بدم. این هم یک گیم نته که خیلی باحاله، خوش آمد خودم ازش. این هم یک گیم نت خفن لوتی. بارتیرم اصلا نت لازم نداره. شما نتتون هم روشن کنید بازم میاره ها، ولی بهتون مثلا جایزه میده، میره رو مخ دیگه. تبلیغات رو میده.
اینجا شما تو بانک میتونید پول بگیرید یا میخواستید دلار میدید اینجوری بهتون میگه که مثلا اینجا $100 رو پول بدی بهت $1 بدی بهت 50 تومن میده. خیلی باحاله. بعد من بهتون پیشنهاد میکنم. خیلی خوب. من خیلی دوستش داشتم. خیلی بازی خفن بود. و بچه بعد شانسیم فلاگ نمیبرد. اینم نمای خفن خونه. شما میتونید این تلفن رو بزنید، میتونید با بعضی از رفیقاتون در ارتباط باشید، بعد این رو میزنید رفیقتون میاد دنبالت میاد. خیلی خوبه. و این رفیق منه تو بازی ها هستش. اگر خواستید باش ویدیو میذاریم. خدایا من اومدم یه اشتباهی کردم. اومدم از یه سینما توی یه گاراژ ساختم، بعد بازی بستم نمیکنه. تو این سینمای من فقط ماشینه، یعنی ماشین مثلا براتون توضیح بدم. اینجا این قسمت که با سفیده رو نشون میدم، این قسمت ازش صندوق ماشین میزنه بیرون لخ میده. این هم سینمای ماست. خیلی چیزای خفنی ساختم. و یک مورد جذابی که خودم عاشقشم همین باشگاهیه که دارم. همین خونه که بر بالکن راه داره، اتاق خفن، آشپزخونه، 2 مبل، 2 تلویزیون، سرویس بهداشتی، اتاق خواب. گفتم اینجا نمیدونم چند متره. تو بازی نمیشه حساب کرد، ولی واقعا نمیدونم چند متر. حتما تو کامنت بنویسید خونه تو چند متر. ما که خونمون تقریبا 300 متر. آره اینطور است فکر کنم. آره 300 متر. و اینم از بازیمون بود که یکی از خفن ترین بازی هاست. یا خدا بوم زدن. اینم بزنید مثلا میتونید اینجا تقریبا بریم شهر رو ببینیم. این سوپرمارکتشه که شما مثلا میتونید تفنگ بگیرید، لباس بگیرید، فرش بگیرید، غذا بگیرید، همه چی آقا پولیه. ولی بعضی از چیزاش هم واقعا خیلی گرونه. و بعضی از آدما کرم دارن میان اینجوری بهتون تیر میزنن. بذارید من تیر بخورم مثل این داره بهم تیر میزنه. میزنن تا شما میافتی زمین خود چی میشه؟ خب چیزی نمیشه، پولات از بین میره، کل پولات ازت میگیره. و من هر وقت میبینم این دوغم سمت پون بزنی اینو برمیدم میگم see you later. و لوکیشن بعدی یکی از خفن ترین جاهاشه. ماشین های خفنی میاره، خیلی خفن. گاراژش نه اینا رو من نساختم، خود شهر گذاشته. شما نمیتونید شهر رو دستکاری کنید. این ماینکرافت خودش یه شهر بود، یه خونه، چیز بیزا نبود. چرا دارم تیر میزنه؟ کرم داری؟ اینا کرم اینجا بچه دیسکوشه. شما صدا رو زیاد کنید، صدا دیسکو رو آهنگش بشنوید. اما بچه من صدای بازی رو قطع کردم، بذارید من اینجا زیادش کنم. برید لوکیشن بعدیمون بونو این لوکیشن رو. آقا سینما اینجا هستش که ما این وسط اینجا پارک میکنیم که یه آهنگ هم اینجا خفن پخش میشه. اینو میشین ببینید اون از دیسکو اینجور آهنگ پخش میشه. به نظر من خیلی کار خوبی کرده سازنده اینجور آهنگ گذاشته. مثلا این بار صدای فیلم دیگه باحاله. نمیدونم اینجوری از شما میاد پول میگیرید، اینجوری پول جمع میکنید. شما هم بغل نکنید سینما این دیسکو صدا مثلا یه لوکیشن بعدی. آقا پارک اینجاست، یه سخت داره. این کدی تنبلا رو خودتون اون توفنگایی که بتونید بهش تیر بزنید بفهمید چیه. پارک اینجا هستش و لوکیشن بعدی که ما میخوایم بریم کافه است. این که یک کافه تور داره و شما چه این صندلی زرده جدید آقا تازه بودم.
اینجا اینو بزنید میتونید مثلا اینجا بتونید یه چیکار کنید. ولی مشتری بهت پول میده، اینجا پول هم میره دیگه، شغل میمونه. آی بالایش اصلا شما هم از این همسایه رو مخ دارید، اینو جرکنی جدونه باشه بالایش چه پایینه همیشه زیر. خیلی خوب بریم لوکیشن بعدیمون بانک که بالاشون با اینجور قرمز نوشتن اسمشون رو گم کرده میتونید بخونید. اینجا 3 طبقه هستش، طبقه رو میبینید بخل. ولی شما میتونید این خونه با این وسایل بشینید تا اینو میتونید، چون دیگه با این نمیتونم پخ داده برم بالا نکنید. اگه خیلی فشار بیاد به پول خواهی نمیتونم خیلی فشار این اسکولشه که دیگه خیلی نمیگردم. 3 طبقه از کلاس موسیقی اینطوری رو خیلی نمیگردم طولانی میشه. اسکول بخوایی نشون میده خیلی جای بعدیمون جای خفن ساحل. اون تو بیاید اینجوری من بود تو شما جت اسکی سوار شده این وسایل آفشار بیاید تو خیلی زود باهایی داره کشی رو ببینید و اگه باور نمی‌کنید الکی میگیم نمیزنه اسمشو بفهمید. بیچ هم به ایرانی میشه ساحل، دریا یا ساحل. و اینم از این ویدیوی گیمینگ که بچه ها ببخشید من یه ذره فراگم قاطی کرده این چون من فردا براتون ویدیو میزنم و بچه ها هر روز توی هر کانال هر دو کانال ویدیو براتون میزنم. چرا پیکرم توی هر دو کانال براتون میزنم و راستی شما هم میتونید که اینجا بیایید اینجا آدم تو تغییر بدید خوب و کفش هم میتونید تغییر بدید، کفش، کلاه، کیف همه خودتون بازی کنید میفهمید داستانش چیه. تا یه ویدیوی دیگه بابا خدایا ویدیوشو نمیتونم قطع کنم. آچه شما یه دفعه اون بدید قطع کنم. خداحافظ.